هو علی کل شیء قدیر. بر هر چیزی که اراده بکنه قدیر، قدرت داره. فرق بین اراده انسان و اراده خداوند چیه؟ این که انسان هر چی اراده بکنه قدرت عملی کردنش نداره، اما خدا هر چی اراده بکنه قدرت عملی کردنش داره. در سوره دیگه گفته، در جای دیگه فعال لما یرید، هر چی که اراده بکنه میتونه عملی بکنه. و هو علی کل شیء قدیر، و هر چیزی که اراده بکنه قادره که عملی بکنه. مثلا من دوست دارم که یک مشت بزنم، مثلا جلو شما قیافه بگیرم، یه مشت بزنم این دیوار رو زیر بیارم، دیوار رو بندازم با یک مشتم. من الان اراده میکنم که مثلا این ماشین سر دستم بلند بکنم، میتونم. اراده کردم میخوام عملی بکنم، قدرت دیوار از مشت من چه بیشتره. مشت میزنم دیوار که حرکت نمیکنه، بلکه مشت من له میشه، استخوانای من اینجا له میشه. دیدی که تو نمیتونه هرچی اراده بکنید عملی بکنید. بارها شده که یک نفر، قدرت خدا رو ببینید، بارها شده که حکم اعدام یک عالمی در زندان یک ظالم صادر شده. حکم اعدام یک عالم ربانی ساعت 2 شب در وقت سحر حکم اعدامش صادر شد از جانب اون پادشاه ظالم. یک دفعه چه وقتی رفتن که حالا عالم یک دفعه داخل همون سلول، یک دفعه صدای در شد، مامورین ریختن داخل زندان و سلول که عالمو در بیارن ببرن جوخه اعدام بکنن. در مسیر راه که میرفتن یک دفعه چه یک عده ریختن اون مامورین رو دستگیر کردن و عالم رو آزاد کردن. گفت که خبر چیه، جریان چیه؟ گفت که کودتا شده، انقلاب شد، کودتا شد. اون ظالم برکنار شد در همین ساعت 2 شب که حکم اعدام فلان عالم رو صادر کرد، خدا هم حکم عدل اون رو صادر کرد. خوابیده بود. معمولا اکثر کودتاها و انقلابا در شب میشه. سبحان الله، قدرت دست کیه؟ حکم اعدام عالم صادر شد، بردن به طرف جوخه اعدام. یک دفعه مامورین ریختن، اون مامورین رو دستگیر کردن، دستبند دستشون زدن. جریان چیه؟ جناب شیخ معذرت میخوایم، شرمنده هستیم. اون پادشاه ظالم الان بر علیهش کودتا شد و مسلمان ها پیروز شدن و تو آزاد شدی. تاریخ رو ورق بزنید، پر از این مسائله. بدون امر خدا هیچی نمیشه و هر چی میشه از خدا میشه. این اعتقاد ماست. میدونی ما از کی ذلیل شدیم و خوار شدیم؟ از زمانی که فهمیدیم و این اعتقادمون شد که روزیمون دست فلانیه و مرگمون دست فلانیه و نفسمون دست فلانیه و دنیامون دست فلانیه و خوشبختیمون دست فلانیه و سلامتیمون دست فلانیه. کدوم فلانی؟ فلانی که سرما میخوره زیر 100 تا پتو خودشو قایم میکنه. کدوم فلانی؟ تو درباره کدوم فلانی داره صحبت میکنی؟ اگه منظورت از فلانی اللهه، اون یه بحث دیگه است. اگر از منظورت از فلانی اون مخلوق ضعیفی که با یک آنفولانزا خودشو زیر 100 تا پتو عاجزانه قایم میکنه، خودشو مخفی میکنه، اون نمیتونه قدرتی داشته باشه که صاحب نفوذ باشه، چون که الله علی کل شیء قدیر و هو علی کل شیء قدیر و فعال لما یرید. کسی دیگه فعال لما یرید نیست. دوست داری تکیه به کسی بزنی که فعال لما یریده؟ اگر تو با خدا باشید باور بکن هر چی که تو بخواهید برآورده میشه. تو همیشه فعال لما ترید.